جنگ در اونجا بوده که جنگ در اینجا نبود. درست این بچه ها گرفتن. این مقصد نه ایران اونجا فرمان اونجا اسم اومدن. چند نفر پروندگی هستن ازی؟ 12 کس میگن. 12 کس. اون کارتورانو باشه. سورو با میشناختی؟ من میشناختم بچه. جیان بچه کار رو چی کارا بوده اینجا باید؟ نمیدونم چی کارا بود میشناختم. رابوچ کام این بر رابوچیه این پرستاری رابوچی. بچه ها هم یک گروه هم نمیدونم چی ملت های اومدیان بچه ها همش بچه های را همی از رابوچی هنوخه اومدیان که همی دوله بتنه پرچن بتنه در حد سیما کار منه همی بویمه کده و ترسونده و در روی هم قابلتون میدرویان بچه ها را میترسونن و بویمه شون میان بسرشون زونی مینه یک خیلوده میگه بچه ها چی چه نه خیلوده میگه اما این کانتور نچندی کانتور آورده گیا یا بندیتو زیاده ایدی سبکه زیاد همش وارجونی بوده گیا همش ارسا دسته یا چی چه نه یا همش بچه همش ارسا گفتن در بینشون توجیکو هم بودن؟ توجیکو هم بودن یا سه تا بچه های توجیک هم بودن نه بگیرن یا اسنا میکنن یا اسنا میکنن یا اسنا میکنن یا وابشه بزنن سر میکنن برای دیگه گاز دست زندگی نه یا تربیده نه چیکار روز نباره نه در اینجا میمونن کار کنه نه در جایگاه میمونن کار کنه این خشتابوری شما است؟ پسر من دیگه شهرده بودم تلفن کردم که بیو که پروندن در دیدش بندیتو چشنو داغستانی نام و فامیلیش چی است؟ نام فامیلیش چی دار؟ چند سال است در مسکو کار میکند؟ من 20 سال شد. پسرتون؟ من 6 سال شد. قریب یک هفته پیش به ما مراجعت کرده بودن که دو شخصان نامعلوم با آنها تهدید کردن که با آنها حق سپورن پول سپورن یعنی با روسی دولت سپورن و وقتی که ما با اینجا اومدیم خصوصا اینجا راهبر هم داشتن آنها از ما پنهان کردن که اصلی واقعیت در چیست ولی ما از طرف خود اینو هم از سنجیده برآمده فهمیدیم که دیرکتور گنرالی همین قبرستان گویا که 100 نفر ورزشگران رو از کدام کلوب آورده است و گفته است که شما از این روز اعتباراً با طرز دیگر کار میکنید و مهاجران توجیه به این کار راضی نشدن و گفتن که بخوبی این کار رو حل کنید وقتی که من این سوال رو از رئیس کردم از رئیس همین تاجیکان همین قبرستان آمد گفتن که نگویا که این نفر در بین اونها تاجیکان بودن و آن تاجیکان خود اومدن از پیش خود گفتن که با دیگر کسب کار میکنه یعنی که همان شخصانی که در اینجا کار دارن آنها را شما به دست ما گرفته میدید و ما به شما یک پول معینی داده میدیم و با طرزی که ما میخوایم با طرز کار میکنید و شخصانی که در اینجا سالهای زیاد کار میکردن آنها به این کار راضی نشدن و عاقبت این شد که همون مردم وقتی که ما رو دعوت کرده بودن آنها من گفتن که اگر که شما شخصا شناسید اون نفران رو مرحمت سخن کنید ما تیار هستیم که آنها رو تشویق کنیم و حل این مسئله رو بینیم ولی متاسفانه یک نفر آنها که همون رئیس همین تاجیکان همین محل رو اساسشونه و بیرون برآورد رئیس رو و چی مسئولیت کردن در اومدن گفتن که ما اون نفران رو نمیشناسیم و بخشش ما از شما یگان خواهشی هم نداریم خودمون حل میکنیم و متاسفانه بعد چند روز واقعا با چنین روز رسیده افتاد. عین زمان در اینجا گروه کلونی کمیته تفتیشاتی کارمندان پلیس و دیگر مقامات مربوطه کار برده ایستادند کارهای تفتیشاتی و قسمی از حملگران در اینجا شخصانی که حمله آوردند دستگیر شدند و عین زمان ما متاسفانه معاین کردیم که میان جبر دیدگان شهروندان جمهوری تاجیکستان نیز هستند و طوری ما معاین کردیم عین زمان هلاکت در این مناقشه 3 شهروند جمهوری تاجیکستان به هلاکت رسیده است و عین زمان ما با کارهای معاین کردن شخصیت آنها مشغولیم.